به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو طبق حالا سلسله ویدیوهایی که گذاشتیم از قبل اومدیم آنالیز و بررسی سئو سایت های تخفیف محور رو انجام بدیم به درخواست وبسایت تخفیف کو مدیریتشون و با اجازه اونا این ویدیو ریکورد شده تا در اختیار همه قرار بگیره. توی این ویدیو من کاری که انجام میدم یه چند تا نکته در مورد سئو داخلی این سایت میگم و در آخرم به نوع لینک سازی خارجی توی این پروژه ها میپردازیم که برند موپون به خوبی داره از این قضیه استفاده میکنه و سایتایی که توی این حوزه فعالیت میکنه و سبک کارشون به این مدل و به این سبک میتونن این روند رو داشته باشن. البته نکته داره که آخر همین ویدیو کامل براتون توضیحش میدم. ببین نکته که وجود داره در مورد این سایت، من اگر باشم از نظر یو آی یو ایکس خیلی به این صفحه بیشتر توجه میکنم. یکی این بحث اینه که آقا این قسمتی که محتوای متنی که توی این سکشن قرار گرفته به صورت ناقصه، بهتره که این کاردها تمام صفحه بشه و اتفاقی که بیفته این متن زیرینش هم به صورت کامل برای کاربر خوانا باشه. موضوع بعدی که داخل این سایت وجود داره، توی سکشن بالا و توی این قسمتی که اینجا وجود داره، ما کاری که میتونیم انجام بدیم به این صورته که بیایم آقا یک متن ابتدایی در مورد موضوع حالا بحث تخفیف های دیجیکالا رو داشته باشیم. اینکه آقا ما چند وقت یک بار کدای تخفیفمون رو اعلام میکنیم و حالا یه سری توضیحات مورد نیاز برای این صفحه PLP. مورد بعدی در مورد محتوایی که این پایین نوشته شده. واقعیت امر اگر محتوا داریم تولید میکنیم توی سایت، مخصوصا این مدل سایت ها که کاربر میاد میخونه، خب سعی کنید از کلمات کلیدی مرتبط با این حوزه کمک بگیرید. مثلا نحوه استفاده از کد تخفیف دیجیکالا، چه محصولاتی کد تخفیف دیجیکالا داره، یا نمیدونم کد تخفیف اولین خرید چیه و امثال اینجور موضوعات رو توضیح بدید. چرا؟ چون کاربر شما میاد توی گوگل این اصطلاحات و این کلمات کلیدی رو جستجو میکنه. برای این قضیه هم کافیه شما کلمه کلیدی همون کد تخفیف دیجیکالا رو فرضاً توی گوگل جستجو کنید، یه اسپیس بزنید یا برید رقباتون رو شروع کنید به آنالیز کردن و ببینید که چه کلماتی رو توی گوگل جستجو میکنن. کد تخفیف مثلا بالای 300 تومن، بالای 1 میلیون، بالای 2 میلیون، یا نمیدونم 400 تومن و امثال اینجور چیزا داره توی گوگل جستجو میشه و قطعا استفاده از این موارد توی محتوا میتونه شانس خیلی خوبی رو برای رتبه بهتر گرفتن به شما بده. از اینکه توی محتوا ویدیو استفاده کردین واقعا خیلی خوبه. حالا میتونید در کنار این موضوع همینو استفاده کردین دیگه، نحوه استفاده از کد تخفیف گذاشتین و فوق العاده اوکیه. مورد بعدی اینه که آقا اومدید توی بحث صفحات PDP، خب اومدید توضیحات در مورد اینو دادید که کد تخفیف چجوریه و خود کد تخفیف چیه. ولی نکته که وجود داره، فقط بسنده کرد به لینک سازی داخلی توی برادکرام. من اگر جای شما بودم، جای مدیر این سئو این پروژه بودم، کاری که انجام میدادم توی محتوای متنی هم این کار رو انجام میدادم و لینک داخلی رو برای صفحه در نظر میگرفتم و میتونست اینجوری قدرت بهتری رو به سایتمون منتقل کنه و حتی با اسم برند خودم هم به صفحه اصلیم لینک داخلی میدادم. این موضوعی که به نظرم میتونه توی این سایت استفاده بشه و نتیجه خیلی بهتری هم بهتون خواهد داد. مورد بعدی دیگه که وجود داره در مورد بحث همون یو آی یو ایکس، حالا من میام صفحه 3 صفحه 4 شون زیاد موردی نداره. ببینیم گاهی اوقات این کدای تخفیف منقضی میشه، پس چرا ما بیایم کاربرمون رو اذیت کنیم و معطل کنیم که بیاد دونه بدون این موارد رو بررسی کنه؟ پس بهترین کار چیه؟ اینه که آقا ما بیایم و اون صفحاتی که یا اون محصولاتی که اون کدای تخفیفی که منقضی میشن رو به حالت تیره مانند در بیاریم و دیگه کاربر اصلا نتونه از اونها استفاده بکنه. چرا؟ چون کاربر میاد کد تخفیف میزنه، چون یه حس بدی به آدم دست میده دیگه. میاد این کد تخفیف میگیری، میگه ای والا آقا کد تخفیف دارم. حالا نکته که وجود داره وقتی میری تو سایت دیجیکالا وارد میکنی، میگه آقا اصلا این کد تخفیف منقضی شده. پس اینو حواستون بهش باشه. و مورد بعدی هم که در مورد یو آی یو ایکس تون هست، بحث پاپ آپی که اینجا باز میشه، میره دقیقاں زیر بنر و یه شکل و شمایل بعدی رو به سایتتون منتقل میکنه و تو نسخه گوشی هم یکم سایت حالت نابسامانی رو داره که نیاز این قضیه اپتیمایز بشه. بعد از این میایم سراغ وضعیت پرفورمنس وبسایتتون که حالا چیزی که میبینید روی 60 و توی نسخه دسکتاپ هم روی 80 که اینا میتونه تا عدد حداقل 99 98 آپدیت بشه و برسه به اون درجات پرفورمنس سایتتون که اگر خواستید این موضوع رو میتونید با تیم ما ببرید جلو و مباحث حالا بحث مربوط به تکنیکال سایتتون رو کامل براتون رفع می‌کنیم. دوست داشتین میتونید از طریق آیدی تلگرام که براتون میذارم این کارو انجام بدید و با ما در ارتباط باشید. خب این از بحث مربوط به سئو داخلی این پروژه. حالا مباحث مربوط به محتوای داخل دسته‌بندی یا صفحات PLP رو توضیح دادم.
یه نکته دیگه هم جا مونده اینجا، بحث اینه که بحث کامنت هاست. خب کامنت ها رو حالا میتونید خیلی جذاب‌تر سورتش کنید، به جای اینکه کاربر اینجوری بیاد اسکرول کنه و اصطلاحاً این مدلی نظرات رو مطالعه کنه، بهتر بود اسکرول عمودی می‌خورد و از اون استفاده می‌کردین. اینجا هم که کال تو اکشن دادید وحشتناک خوبه و میتونه برندهای زیادی رو به شما متصل کنه بابت این موضوع. یه نکته دیگه هم تو پرانتز برای لینک سازی داخلی بگم، من حالا هر سری نکته به یادم میاد ازش حالا استفاده کنید، میتونه تاثیر خوبی داشته باشه. ببینید صفحاتی که مثلا میگم مرتبط به هم دیگن، خب بر فرض مثال همین کد تخفیف دیجیکالا ممکنه چندین سایت فروشگاهی باشه مثلا تیمچو و امثال اینجور چیزا، یا حالا دیگه چی بود، سایت تکنولایف و اینا که رقیب هم دیگه به حساب میان. اینا رو میتونید از طریق این محتواهایی که توی قسمت دسته‌بندی قرار میدین به هم دیگه لینک داخلی بدید که اونم بازم نیاز به یک ساختار و استراتژی درست داره. بریم سراغ لینک سازی خارجی سایت موپون. چیزی که من از این سایت موپون دارم نگاه میکنم و روند لینک سازی خارجی جذابی هم داره اینه که آقا اومده با استفاده از اسم برندهای اون شرکت و کمپانی به خودش لینک خارجی داده. مثلا اومده آقا گذاشته دیجیکالا، خب، و لینک سایت بار داده، دیجی موویز و کد تخفیف آپتل مثلا و امثال اینجور چیزا رو اومده به صورت سایت بار به سایت خودش لینک داده و شما هم میتونید این کار رو انجام بدید برای پروژهتون و میتونه خطر بحث لینک سازی خارجیتون رو به شدت کاهش بده. نکته بعدی که وجود داره و به نظرم میتونه قدرت شما رو چندین برابر نسبت به رقیبتون افزایش بده اینه که آقا حالا این بنده خدا اومده روی برندهای دیگه تمرکز کرده، لینک سازی‌های خارجی و سایت بارش رو شما توی سایت خودتون برای لینک سازی‌های خارجیتون بیایید و از اسم برندتون بیشتر استفاده کنید و کاری بکنید که میزان لینک های خارجی که با اسم برند به سایتتون داده میشه، اسم برند سایت خودتون یعنی همون تخفیف کو، حجمش بیشتر باشه و اینجوری قطعا میتونید نتیجه بهتری رو از این موضوع به دست بیارین. یه نکته آن پیج دیگه هم بگم تا یادم نرفته، اینجا یه لحظه صفحه رو باز کردم. آقا این ویدیویی که اومدی توی دسته‌بندی گذاشتی برای این قسمت توی صفحات تخفیفت هم بذار، میتونه کاربرت رو سرگرم بکنه و کاری بکنه که میزان ماندگاری کاربر توی صفحه بیشتر بشه. نکته دیگه هم که وجود داره، مایکروسافت کلریتی رو حتما رو سایتتون نصب کنید تا بتونید رفتار کاربرتون رو رصد بکنید و ببینید که چجوری از سایتتون استفاده میکنن و چه مشکلات و باگ هایی توی سایتتون وجود داره. این از پایان این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید واقع شده باشه و نکات جذابی رو ازش به دست آورده باشین. من سعی کردم تایم ویدیو رو نذارم زیاد طولانی بشه. اگر نیاز به خدمات مشاوره سئو دارین کافی وارد سئو ایدیو بشین، سایت سئو ایدیو بشین، از قسمت خدمات مشاوره میتونید با بنده در ارتباط باشین تا سایتتون آنالیز و بررسی بشه. خیلی مخلصیم، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.